دوستان عزیزم سلام و درود، امیدوارم خوب باشید. توی این ویدیو چیزی رو که من دیروز سر کلاس درسمون یاد گرفتم، کورس 3 آینس، با شما به اشتراک میذارم. عبارتی است به نام میت اینفورماتیوم کرکتر، یعنی با ماهیت اطلاع رسانی. حالا واسه این عبارت ما 7-10 تا فعل پیدا کردیم تو سر کلاس و معلم به ما گفت، منم به شما میگم. اوکی؟ برای مثال هینوایزن یعنی اشاره کردن، aufzeigen نشان دادن، من لازم کنار پنجرم هی مردم از اون ور نگاه میکنم، informieren اطلاع دادن، ausführen شرح دادن، darlegen تشریح کردن، festlegen تشخیص دادن، analysieren تحلیل کردن و untersuchen بررسی و تحقیق کردن. برای هر کدوم از این افعال من یک مثالم آوردم در کپشن، میتونید ملاحظه بفرمایید. پس 8 تا فعل برای این عبارت میت اینفورماتیوم کرکتر.